خب در مورد اقامت دائم یه سری چیزا رو بگم در موردش. یکی سوال براش پیش میاد، میگه آقا چه تفاوتی با اقامت‌های دیگه داره؟ شما میتونی خب هر چقدر که دوست داری بمونی بدون تاریخ انقضا هستش و اینکه اگر صلاح دیده بشه به شما داده میشه و اینکه ولی اجازه کار شما نداریم، فقط اجازه اقامت طولانی مدت رو در ترکیه داری شما و شهروند نیستی، فقط اجازه اقامت بلند مدت رو داریم. و گول این شرکت هایی که میگن آقا باز بیان یه مبلغ پولی رو بدین تا ما براتون اقامت رو بگیریم رو نخورین لطفا، همشون شیاط هستن و این مشکلات از زمانی آغاز شد که اقامت‌های توریستی به مشکل خوردن و این شرکت‌ها دارن از این موضوع سوء استفاده میکنن. لطفا حواستون باشه.